امارت‌های مجلل مقام‌های بلندپایه افغانستان در بیرون از کشور. وال استریت ژورنال میگوید برخی از مقام‌های ارشد حکومت پیشین در سالهای اخیر میلیون‌ها دلار برای خرید خانه‌های گران قیمت در خارج هزینه کردند. درگیری مقاومتگران با طالبان، 7 جنگجوی طالب در تخار و پنجشیر کشته شدند. افزایش اخراج مهاجرین افغانستان از ترکیه، 1237 مهاجر غیر قانونی افغان در ترکیه در نوروز گذشته اخراج شدند. و نگرانی سازمان ملل از محرومیت کودکان افغانستان از آموزش. سازمان ملل میگوید که میلیون ها کودک در افغانستان از آموزش باز ماندند. با درود و وقتتان بخیر. به سرویس خبری این ساعت از آماج نیوز خوش آمدید. روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی گفته است که پس از سقوط نظام پیشین افغانستان، شماری از رهبران سیاسی، مقام‌های بلندپایه حکومت پیشین و حلقه اشرف غنی اکنون در امارت‌های در سواحل کالیفرنیا، امارات متحده عربی، ترکیه و شهرهای بزرگ اروپایی زندگی می کنند. بر اساس بررسی اسناد عمومی، مصاحبه ها و سایر سوابق وال استریت ژورنال، برخی از مقام هایی که در دوره تصدی اشرف غنی رئیس جمهوری فراری افغانستان که در سال 2014 آغاز شد و در رده‌های عالی مشغول به کار بودند، اکنون در امارت‌های در امتداد سواحل کالیفرنیا زندگی می کنند. در این گزارش آمده است که حمدالله محب، مشاور پیشین امنیتی ملی و نزدیکترین متحد اشرف غنی، پیش از سقوط کابل خانواده اش را به هتل شانگریلا در ابوظبی که پول آن توسط امارات متحده عربی پرداخت میشد انتقال داده بود. محب با تایید این گزارش گفته است که خانواده او بعداً به یک خانه 4 اتاقه در فلوریدا در خلیجی که متعلق به مادر زنش است و پس از فرارش از کابل اماراتی ویلایی برای بود و باشش فراهم کرده بود. مشاور پیشین شورای امنیت به وال استریت ژورنال گفته است که در هیچ جای دنیا ملکی به نام خودش ندارد. او افزوده است از زمان سقوط کابل شایعات زیادی در اطراف به گوش می رسد. من شخصا از این موضوع ناراحت هستم. من قربانی های مالی دادم تا برای دولت کار کنم. این روزنامه پرنفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکایی اضافه کرده است که اسناد املاک و شرکت‌های ایالات متحده نشان می‌دهد که اقلیل حکیمی، وزیر مالیه پیشین افغانستان و متحد قدیمی اشرف غنی، هم در مدت زمان وزارت و هم پس از ترک آن در سال 2018 دست کم 10 جایداد در کالیفرنیای آمریکا خریداری کرده است. طبق سندهای املاک کالیفرنیا، دارایی آنها شامل یک خانه و استخر 5 خوابه در محله لوکس لاگونا نیگوئل در نزدیکی ساحل است که بر بنیاد گفته شرکت املاک زیلو ارزش آن 2.5 میلیون دلار است. مجموعه ارزش این 10 جایداد بیش از 10 میلیون دلار است. طبق سوایل املاک اورنج کانتی، آخرین خریدی که آقای حکیمی و همسرش سلطانه حکیمی در اوایل امسال انجام دادند، یک آپارتمان 1.1 میلیون دلاری در ساحل جنوبی کوه در یک ساحه رو به توسعه در ایالات کالیفرنیا بوده است. تا هنوز آقای حکیمی این گزارش را رد و یا تایید نکرده است. در این گزارش همچنان از دارایی‌های عطا محمد نور، رهبر جمعیت اسلامی، گفته شده است که او پس از حاکمیت طالبان در افغانستان به خانه شخصیش در محله گران قیمت دبی معروف به نخل نقل مکان کرده است. سخنگوی عطا محمد نور اما گفته است که این تنها جایدادی است که آقای نور در خارج از افغانستان دارد. این روزنامه آمریکایی در مورد خالد پاینده، آخرین وزیر مالیه اشرف غنی، نوشته است که او دارای 2 جایداد شخصی در نزدیکی واشنگتن دی سی است. ارزش این جایدادها بیش از 1 میلیون دلار است. پاینده در مورد این گزارش گفته است داشتن خانه لزوماً به این معنی نیست که شما با مشکل‌های پولی مواجه نیستید. او که پس از سقوط افغانستان وارد ایالات متحده شد، با اشاره به کارش در این کشور گفته است برای مدیریت مالی زندگیش برای مدت به عنوان راننده شرکت تاکسی اوبر کار می‌کرد. این روزنامه گفته است که عبدالرشید دوستم، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان که اکنون شاید در ترکیه باشد، در محل سکونت خود در محله گران قیمت اوران در آنکارا از مهمانانی پذیرایی می کند. یافته های این روزنامه شامل اطلاعات در مورد مصطفی مستور،
وزیر اقتصاد آقای غنی نیز می شود که بر اساس سوابق دبی که توسط ژورنال بررسی شده مالک یک آپارتمان در شهرک در مارینای دبی است. آقای مستور گفت که او این ملک را قبل از اینکه وزیر شود خریداری کرده و در آپارتمانی زندگی می کند که ماها قبل از فروپاشی افغانستان در استانبول خریده است. آقای مستور در ایمیل به این روزنامه نوشته است هیچ چیز پنهانی وجود نداشت و این تنها سرمایه گذاری من در دبی است. این خرید خانه های مجلل مقام های پیشین در شرایطی صورت می گیرد که مهاجران افغانستان در سراسر جهان با مشکل های دست و پنجه نرم می کنند. منابع محلی در ولایت پنجشیر می گویند که 4 طالب در پی کمین نیروهای جبهه مقاومت در ولسوالی رخه این ولایت کشته شدند. به گفته منابع حوالی ساعت 11 روز دوشنبه 22 جوزا طالبان که قصد حمله بر مواضع نیروهای جبهه مقاومت را داشتند در منطقه چمالورده ولسوالی رخه با کمین نیروهای این جبهه روبرو شدند. به گفته منابع پس از این کمین میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان تا شام درگیری شدید جریان داشته است. منابع تصریح می‌کند که در پی این درگیری ها 4 طالب کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. همچنان منابع به آماج میگویند که در نتیجه درگیری طالبان با فرمانده خان محمد از فرماندهان محلی در تخار 3 طالب کشته شدند. منابع می‌افزایند که حدود 60 تن از فردهای طالبان صبح روز گذشته حملهشان را بر پاسگاه این فرمانده در روستای اسپینج ولسوالی چال ولایت تخار آغاز کردند که با مقاومت شدید نیروهای این فرمانده جبهه مقاومت روبرو شده است. بر روایت منابع در این درگیری 2 طالب زخم برداشتند. منابع علاوه کردند که 1 تن از نیروهای این فرمانده پس از زخمی شدن به دست طالبان اسیر شده است. طالبان تا اکنون در مورد این درگیری ها چیزی نگفتند. رسانه های ترکیه گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور طی روز گذشته 1237 مهاجر غیر قانونی افغان را دستگیر و به کشورشان مسترد کردند. اداره مهاجرت ترکیه نیز گفته است که نیروهای امنیتی ترکیه در چارچوب بازرسی ها برای مبارزه با مهاجرت غیر قانونی در ولایت‌های مختلف طی یک هفته گذشته 1237 تبع افغان را شناسایی و دستگیر کردند. این مهاجران غیر قانونی افغان پس از انتقال به مرکز استرداد اتباع خارجی در ولایت ادغیر با 8 فروند هواپیمای چارتر به کشورشان بازگردانده شدند. همچنان به گفته اداره مهاجرت ترکیه امسال 2794 مهاجر غیر قانونی با 15 پرواز چارتر از استان ادغیر به کشورهای مطبوع خود بازگردانده شدند. شمار مهاجران غیر قانونی که طی 1 سال گذشته شناسایی و به کشورهای خود بازگردانده شدند به 37121 نفر رسید و شمار اتباع خارجی که تا اکنون مسترد شدند در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 89% افزایش یافته است. این در حالی است که به دنبال آغاز پروازها به افغانستان در 27 جنوری 2022 در سراسر ترکیه 20799 مهاجر غیر قانونی افغان دستگیر و به کشورشان بازگردانده شدند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور مهاجرین میگوید که میلیون ها کودک در افغانستان از تحصیل باز ماندند که درصد زیادی از آنها کودکان دختر هستند. کلیتی کلمنتس معاون این نهاد به افغانستان سفر کرده و در بازدید از مکتبی در هرات بر نیاز حیاتی آموزش برای همه تاکید کرده است. او گفته است که زنان در توسعه اقتصادی مشارکت کامل دارند و نیاز است که در رهبری نیز مشارکت داشته باشند. این در حالی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان زنان به حاشیه رانده شدند. در رهبری حکومت طالبان هیچ زنی حضور ندارد. همچنین دختران بالاتر از صنف 6 از مکتب محروم و زنان کارمند در ادارات دولتی خانه‌نشین شدند.